حکم قربانی کردن برای غیر الله. سوال: حکم قربانی کردن برای غیر الله چه حکم دارد؟ جواب: الحمدلله. در جایهای دیگر گفته بودیم که توحید عبادت این است که تنها الله را با عبادت مخصوص گردانیم، یعنی هیچ کسی نباید به غیر الله هیچ نوعی از عبادت ها را انجام بدهد. معلوم است که قربانی یک عملی نزدیک شوی به الله سبحانه و تعالی می باشد، چون که الله می فرماید فصل لربک ونحر، پس برای پروردگارت نماز بگزار و قربانی بکن. سوره کوثر. هر چیزی که انسان با آن قصد نزدیک شدن به الله کند عبادت شمرده می شود. پس اگر کسی برای غیر الله مانند شخص مردگی یا ولی یا قبر قربانی کند با نیت احترام و نزدیک شوی به او، همانطور که باید به الله نزدیک شد، پس او مشرک می شود. الله متعال در قرآن بیان کرده است که برای مشرک بهشت حرام است و جای او دوزخ است. از این رو ما می گوییم کاری که بعضی ها می کنند که برای قبر کسانی که آنها را اولیا می نامند قربانی می کنند، این شرک است و شخص را از دایره اسلام خارج می کند و مصلحت ما به آنها چنین است که از چنین کارها توبه کنند و قربانی را تنها از برای الله سبحانه و تعالی انجام دهند، همچنان که نماز و روزه را تنها برای او انجام دهند. اگر توبه کنند الله سبحانه و تعالی همه گناهان آنها را میپذیرد و میبخشد، چون که الله میفرماید قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. ای پیامبر، بر کسانی که کفر ورزیدند بگو که اگر از شرک و دشمنی دست برگردانند، دست بکشند، گذشته هایشان بخشیده می شود، گناهان گذشته هایشان بخشیده می شود. ولی اگر با رفتار گذشتگان خود بازگردند، سنت او عذاب الهی که در مورد پیشینیان گذشت تکرار خواهد شد. سوره انفال. نه تنها این، بلکه الله حتی بدی های آنها را به نیکی تبدیل می دهد، چنانکه می فرماید والذین لا یدعون مع الله اله آخر، و کسانی هستند که با الله متعال معبود دیگری نمی خوانند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و کسی که الله متعال کشتنش را حرام قرار داده است نمی کشند الا بالحق، بجوز به حق نمی کشند. ولا یزنون، و زنا هم نمی کنند. و من یفعل ذلك یلقى اثاما، هر کی اگر این کارها را، این گناهان را مرتکب شود، انجام بدهد، کیفر گناهان خش را می بیند. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، روز قیامت عذابش دوچند می گردد و با خاری در آن عذاب جاویدان می ماند. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر آن کسی که توبه کنند و ایمان بیاورند و عملهای شایسته و صالح نیکو را انجام بدهند، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، پس اینهایند که الله متعال بدیهایشان را به نیکی‌ها تبدیل می‌دهد. و کان الله غفورا رحیما، و الله متعال همواره آمرزنده و مهربان است. سوره فرقان آیه 68-70. مصلحت من برای آنهایی که برای شخصانی در قبر بوده قربانی میکنند این است که این کار را نکنند، از این کار توبه کنند، به سوی پروردگار باز بگردند و دین خود را خالصانه برای او انجام بدهند که برایشان خوش خبری باشد. اگر توبه کنند، پس توبه آنها نزد الله سبحانه و تعالی، الله بزرگ و کریم، قبول می شود، زیرا الله سبحانه و تعالی از توبه بندگان خود شاد می گردد. شیخ ابن عثیمین، فتاوای عقیده، صحیفه 220-221.